در 4 سال گذشته امارت اسلامی افغانستان به اثبات رسانده که افغانستان متحد است و یک حکومت کامیاب داره. در این 4 سال گذشته هیچ کدام حادثه ناگوار رخ نداده که برای کشورهای منطقه و پرا منطقه کدام خطر متوجه شده باشند. این یک پیشرفت خیلی خوب و برای منطقه و برای افغانستان و برای جهان از اهمیت خاص برخوردار است، چون که افغانستان در بسیار سالهای گذشته بیش از 4 دهه مرکز جنگ و مخالفت و گروه ها بودند، ولی که اینمی فرصت آمده از این همه شرکت کنندگان پارلمانت مسکو قدردانی کردند و استقبال کردند و همه به این فکر هستند که چطور وضعیت هنوز هم خوبتر شود و چطور اقتصاد افغانستان و اهمیت افغانستان و حیثیت افغانستان که در منطقه داره از او استفاده خوب شوند. ما اگر بگوییم که افغانستان امروز به سطح منطقه از امنیت مثالی برخوردار است، این مبالغه نیست. ما در 8 ماه گذشته هیچ کدام حادثه امنیتی در سراسر افغانستان نداشتیم. حالی در افغانستان هیچ نوع مواد مخدر کشت نمیشه و در افغانستان هیچ کدام مرکز و سلطه گروه های غیر مسئول به شمول داعش نداره، ولی بیرون از افغانستان مشکلات هست. ما خواستار از هستیم که به همکاری کشورهای منطقه هم کشت مواد مخدر مثل که در افغانستان ختم شده در دیگر کشورها هم ختم شوند و همچنان مرکزهای داعش و دیگر گروه هایی که امنیت افغانستان و منطقه را خراب می کند و در مقابلشان همکاری با یک دیگر داشته باشیم. افغانستان یک کشور آزاد و مستقل هست و در طول تاریخ هیچ نوع حضور نظامیان خارجی را در افغانستان قبول نکرده و بعد از این هم امی تصمیم هست، امی پالیسی هست که افغانستان آزاد و مستقل باشه و با همه کشورهای منطقه و جهان ما روابط اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک می خواهیم، ولی حضور نظامی در افغانستان برای مردم افغانستان، برای امارت اسلامی افغانستان و برای منطقه قابل قبول نیست. ما از اقدام جرأتمندانه فدراسیون روسیه قدردانی میکنیم که امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت شناخت و همچنان در پارلمانت روسیه افغانستان به حیث عضو رسمی قبول کردند. ما قدردانی میکنیم و آرزو داریم که همه کشورها امیرا را تعقیب بکنند. تشکر از توجه شما. مننه. خدا پامت.